سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که شب و روزتون بخیر باشه. امروز همونطور که میبینید من کاترمو گم کردم، دوباره با چاقو اومدم. امروز میخوایم یه بسته نقره خالص رو آنباکسینگ کنیم. 50 تا نقره سفارش دادم که خب بستش خیلی سبکه و 50 تا هم توش نقره است دیگه. بریم آنباکسینگ کنیم ببینیم که چه داده است. از این کسی که خرید کردم الان، قبلا ازش خرید کرده بودم، خوب بوده واقعا، بد نبوده. خب نقره ها رو گذاشتیم توی 3 تا از اینا هم گفتم برام بذاره. از اینا 3 تا از این مدل ها گفتم برام بذاره که خب خیلی اینا پرفروشن و خب همونجور که میبینید دوتاش یکیش افتاد، دوتاش افتاد پایین. حالا این ستاره که دیگه حالا دیده بودین قبلا تو اون ویدیوها دیگه آنباکسینگ نمی‌کنم. بریزم که بتونیم قشنگ اینا رو آنباکسش میکنیم. خب اول از یه گردنبند شروع کنیم. با گردنبند صلیب نقره خیلی هم خوبه به نظرم، و فروشش بالا باشه. یه گردنبند صلیب نقره با نگینای زیرکنیا. خود پلاکش هم نقره است یا نه؟ آره پلاکش هم نقره است، یعنی روش حک شده. خب این کار خیلی خوشگل بود، خنزل نداده بود. بهش گفتم واقعا دیگه خنزل نده، یه یعنی تینیجر طوره. اینم خوشگله. این هم همون گردنبند صلیب مجدد و یه گوشواره پروانه که من چیزشو دارم، من این گردنبندشو دارم. خیلی خوشگله، از نزدیک خیلی خوشگل و ظریفه بی نهایت. خب دوباره یه نوع پروانه دیگه، یه گوشواره نقره مدل پروانه. دوباره 2 تا گردنبنده. اینا مثل همه. حالا یکیشو من باز کنم ببینیم اینطوریه. گردنبند نقرهش. حالا ببینم چند گرمه اصلا، چند گرمه. وزنشو نمیتونم پیدا کنم. اینجاست. 2 گرمه، کم نیست. 2 گرمه. از این 2 تا داده، از این 2 تا داده. خب یه دونه گردنبند دیگه که اینطوریه. این نقره است یا نه؟ این نقره به نظر نمیاد بچه ها، این نقره نیست. نه این سیلور پلیت. چرا بنده خدا. این هم یه گردنبند دیگه که این مدلیه. ولی چقدر گردنبند داده. یه دونه صلیب دیگه. وای اینا چیه؟ یه گردنبند صلیب دیگه، یه گوشواره حلقه اینطوری، یه گوشواره نقره ظریف گرد و یه دونه اینو دارم، گوشواره ایرکافه قلب و ایرکافش هم که مشخصه. آخه اینو نداشتم. یه گوشواره گل روز نقره. یه گردنبند خوشگل آبکاری طلا فرستاده با آویزای
صدفی. چه خوشگله گردن بندش. خب این چیه؟ یه دونه ایرکافه دوباره نقره. یه انگشتر ته برگ اینطوری. خب چقدر خوشگله. اینا بکنم. وای این چه خوشگله. اینقدر خوشگل بود که قشنگ واسهتون پاره پورش کردم. خب این هم یه گوشواره مولتی کالره، خیلی خوشگل بود. خب بچه ها 5 دقیقه‌مون تموم شد. الان دیگه بخوام برقش رو باز کنم. این هم که خب مثل قبلی است. الان هم بخوام برقش رو باز کنم دیگه. البته بذاریم باز کنیم، بذاریم تون میتونیم باز کنیم. همینجوری نشونتون بدم. ایرکافه نه پیرسینگه که اینم سیلور نیست، استیله. خب 2 تا گوشواره حلقه‌ای خیلی خوشگل. این 2 تا من یکیشو باز کنم ببینیم مدلشو. که ناخونم رفت، الان زده بودم که تمیز بشه. 2 تا ایرکافه اینم از این روکش طلا ها تو نقره خیلی طرفدارشون زیاد. یه ایرکافه این مدلی که اینو داشتم، سیلورم هست. این دوباره یه دونه گوشواره. وای این چقدر خوشگله، چقدر این خوشگله. آخه یه دونه گوشواره اینطوری نقره خیلی این خوشگله. بکنم از این زیاد بشه. خب یه دونه گوشواره قلب. از اینم داشتم تموم شد. خدای برش خوب بود. از اینم داشتیم بچه. الان یکم 3 تا الان از اینا دارم. خب اینم که باز کردیم. حلقه رو اینو باز نکردیم. تکراری هم داشت خیلی، ولی خب حالا اینم که اینطوریشه. این پیرسینگ بینیه. این همون دایره هست که باز کردیم. نمیدونم میبینیم. آره میبینیم. اصلا گرم که از این حلقه ها هم که به تعداد عدید و مدید داده. پک 2 تایی ولی اصلا توش نداشت بچه ها. پک 2 تایی گوشواره ماه و ستاره. این هم که باز کردیم 4 تا از اینا داده. این پروانه هم که اول باز کردیم. این گوشواره، این ایرکاف، پیرسینگ ناف، یه ایرکاف این مدلی، یه گوشواره حلقه‌ای یکم. این ایرکاف هم که باز کرده بودیم. خب تکراری خیلی داده. نگاه کن چقدر تکراری داده. لعنت بهت. مثلا از این میتونست بیشتر بده، از این مدل ها. خب دوست انگشترم که مدل پروانه و یه دونه تکنگی خیلی ظریف. یه دونه این مدلی که این خیلی خوشگله، من داشتم قبلا از این فروخته میشه. خب بچه ها تموم شد. اگه بخوام نظر بدم معمولی رو به پایین بود به خاطر اینکه خیلی تکراری داشت. خیلی 2 تا گردنبند گذاشته توش که احساس کردم حالا مثلا گردنبنداش بد نبود، ولی از این مدل خیلی داده بود که این اصلا سیلور نیست، استیله. حالا
دیگه داده دیگه چیکار میشه کرد. ولی خب بعدم حالا خیلی نبود، ولی خب اینطوری هم نبود که دیگه اصلا ازش سفارش بدم. به هر حال مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین، خیلی خوشحالم کردین. ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین، به دوستاتون معرفی کنین. تا یه روز دیگه، خداحافظ.